سهراب آی محمدов صاحبکار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحبکاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. به عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحبکاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد. البته پنهان میکنن به خاطر اون که شاید صاحبکار میخواد سود ببینه نه اینکه ضرر کند. هم میخواهد کارخانه‌اش فعالیت کند، هم میخواهد مثلا گپ استیصالات در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحبکار تهمت نمیشه تا صاحبکار گفته که صاحبکار از مالیات فرار میکنه. کارپوراسیون بین‌المللی مالیوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است 20% درآمد سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه‌های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می‌جویند. یکی از این راه‌ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان میگویند برای جلوگیری از این باید شرایط مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند. طبیعت خود صاحبکار هم طبیعت فکر میکند که باز هم بیشتر منفیت کلان به دست دارد از بگیم اون اندازهایی که در کدکس انداز نشان داده شده است بیشتر پنهان نماید. عین زمان تا 65% درآمد یک صاحبکار برای انداز می رود. صاحبکاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند. طرف رقابت کردن تونه فروش کردن نمیتوند، البته مالیات جمع دم میگیرد. انداز و شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک سیستم باید درست کردن در کاری که صاحبکار هم دولت راضی باشد و هم صاحبکار. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیات که از صاحبکاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحبکاران باور ندارند و مثال میارند که اگر مالیات کم و کار آسان می بود تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمی کردند.